بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرانقدر رادیو صدای خلافت، با برنامه گلهای خراسان خوش آمدید. این هفته نیز گلهای تازه از خراسان را با خود داریم که اینجا مهمان ما هستند. میخواهند صحبت ها و نصیحت ها و پیام های خود به گوش شما شنوندگان گرانقدر برسانند. در سابق هم پیام های زیاد، پیام های خیلی ها جالب داده بودند. واقعا اطفال خراسان اطفالی هستند که مؤدب، در کوچه وقتی که راه می روند با بسیار ادب و با بسیار احترام، همان سنت هایی که احترام بزرگان و احترام پدر و مادر و سلام دادن به بزرگ و قواعد سلام می دانند، همه چیزهایی که مسنون است، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اینا مراعات میکنن. با امید از اینکه در آینده از ایشان مجاهد واقعی و مجاهدی که واقعا از حریم مقدس خلافت اسلامی دفاع میکنن شوند. از الله متعال توفیق بیشتری به همه اطفال نازنینی که در برنامه شرکت میکنن، ما را در این برنامه همکاری میکنن و برنامه را رنگین و رنگین تر میسازن. توفیق بیشتری از الله متعال خواهانیم. شما را زیاد منتظر نمیگذاریم، میرویم از خود اطفال میشنویم که چه هدیه ها و چه تحفه ها دارن. نخست طرف برادر میرویم که با صدایش همه شما آشنایی دارین. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ماشاءالله، فکر کنم یاسر هستی؟ بله بله. یاسر برادر، خوش آمدی به برنامه. در چی تو پیش میره در خراسان، در این فضای جنگی، در این فضایی که همه کفار عملیات را برا انداختن، اگرچه عملیات های کفار هیچگاه توقف نیافته، در این فضای جنگی، فضایی که رنگ دین داره، چی تو پیش میره در سا؟ بسیار با خوبی پیش میره الحمدلله. خب از خودت بشنویم چی هدیه آوردی در این هفته، چنانچه ما شاهد بودیم در هفته های گذشته تحفه های بسیار جالبی داشتی، هدیه های جالبی داشتی. این هفته با خود چی آوردی در برنامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر. همانا راستگویی هدایت میکنند به طرف بر. بر معنی نیکوکار. و ان البر يهدي الى الجنه. و همانا بر هدایت میکنند به طرف جنت. و ان الرجل ليصدقه حتى يكتب عند الله صديقا. همانا آن شخصی که راستگو، هر آینه راستگو میباشد که پیش الله نوشته می شود راستگو. و ان الكذب يهدي الى الفجور. و همانا کذاب هدایت میکنند به طرف فجور، معصیت. و ان الفجور يهدي الى النار. و همانا فجور هدایت میکنند به طرف آتش. و ان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. و همانا شخصی که هر آینه دروغ بگوید تا اینکه پیش الله نوشته می شود کذاب. متفق علیه. ماشاءالله، بسیار حدیث جالب بود. یعنی مسلمان باید از دروغگویی بپرهیزه، ولی از صدق و راستگویی کار بگیره. بله بله. چرا که صدق و راستگویی به سوی جنت صاحبش را هدایت میکنه و کذب و دروغگویی به سوی دوزخ میبره همون صاحبش، همون عاملشه. شما از کدامش کار میگیرین؟ راستگویی. ماشاءالله، همیشه در حیاتتان راست میگویین؟ نه بله؟ بله. با پدر و مادرتان دروغ نمیگویین، با اطفال نازنین همچنان دروغ نمیگویین؟ بله؟ بله. چرا دروغ نمیگویین؟ برای اینکه دروغ آدم هدایت میکند به طرف آتش. ماشاءالله، الله متعال همه مؤمنان را از این عمل بد نجات بدهد. باز چی داری در برنامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. زمانی که عطسه است یکی از شما پس بگوید الحمد لله. وليقل له أخوه أو صاحبه. و برای بگوید برادرش بود یا صاحبش بود بگوید یرحمک الله. فاذا قل له یرحمک الله. پس وقتی که گفت برای او یرحمک الله فلیقل یهدیکم الله و یصلح بالکم. پس بگوید هدایت بکند شما را الله و یصلح بالکم، اعمالتان را اصلاح کند. ماشاءالله. یعنی عطسه دادن کدام عمل است؟ عطسه دادن چی است؟ عطسه برای مؤمن رحمت است. ماشاءالله. رو عطسه دادن الحمدلله میگوین؟ بله. و کسی دیگه عطسه بزنه شما چی میگوین؟ یرحمک الله. خب ماشاءالله، الله متعال همه شما را حافظ سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردانه. دیگه کدام گفتنی و کدام تحفه داشته باشین؟
از همه شنونده ها میخواهم به این حدیث عمل بکنند. جزاک الله خیرا یاسر برادر، بسیار احادیث پرمعنا و واقعا قیمتی را به خوانش گرفتی. الله متعال اجرت بده. در آینده هم امید است که همچنین تحفه در برنامه با خود داشته باشی. جزاک الله خیرا، الله نگهدارت. و ایاک. جهان سپاس از شما که تاییدم با ما هستید. حال طرف برادر دیگه می رویم که در برنامه‌های گذشته هم شرکت کرده بودن. باز هم فکر کنم تحفه جالبی داره. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسم خودت؟ جعفر، خوش آمدی به برنامه. درس‌ها چطور پیش میره در فضایی که در خراسان حاکم است، فضای بهار؟ درس‌ها چطور پیش میره؟ الحمدلله خوب پیش میره. خب ماشاءالله. خب از درس‌ها چی چیزایی را آموختین و در برنامه با خود چی آوردید، چی تحفه و چی هدیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علی الله اتوکل، به الله توکل میکنم. عقیدتی عقیده من این که اتوکل علی الله تعالی، توکل میکنم به الله تعالی ولا اتوکل علی غیری، و توکل نمیکنم غیر از الله تعالی کسی را. مثاله اعتمد علی الله بان یحفظنی من کل مکروه. مثال اعتماد میکنم به الله که مرا حفاظت کند از هر بدی ها. قال تعالی، فرمود الله تعالی و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، و بر الله توکل کنید اگر مؤمن هستید. خب ماشاءالله. الحمدلله که امروز خلافت اسلامی قایم شده، ولی کفار با تمام قوت و با تمام قدرتش میخوان که بر بالای خلافت اسلامی حمله کنن و دارن حملات میکنن. در این نقطه باید بر کی توکل کرد؟ به الله تعالی. ماشاءالله، چون که کارسازی همه امور الله متعال است و الله متعال صاحب همه چیز است و انشالله کفار از این دنیا نیست نابود میکنه. بله انشالله. خب شما در فضای جنگی درسایتان چطور پیش میره؟ خوشحال هستید از این فضا؟ الحمدلله. در قبال از اینکه شما درس میخورین ساعت تیری هم میکنین؟ بله. چی ساعت تیری میکنین؟ فوتبال، دویش، چوبک و رسم بازی. ماشاءالله. هدفتان از این ساعت تیری ها چی است؟ تقویت به جسمی است. خب ماشاءالله، یعنی میخواین در آینده مجاهد قوی شوین؟ بله. بله. الله متعال همه تان را مجاهد قوی بگردانه، الله حفاظتتان بکنه. خب در برنامه آینده ان شاء الله امید است که یک تحفه جدید با خود داشته باشی ان شاء الله. خب جزاک الله خیرا. السلام علیکم. شنوندگان گرامی، اطفال خیلی ها زیادی در اینجا حضور دارن، همشان را نمیتوانیم در برنامه وقت بدیم. ان شاء الله کوشش میکنیم در برنامه ها آینده اطفالی که اینجا باقی ماندن وقت بدیم تا صحبت و سخنرانی ها و هدیه های خود تقدیم بکنن. حال طرف برادرک دیگه می رویم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسم خودت؟ محمد یاسر. آخا یاسر جان، خوش آمدی به برنامه. جزاک الله خیرا. خب از خودت بشنویم درسا چطور پیش میره، حالتتان چطور، صحتت خوب است؟ الحمدلله. خب ماشاءالله. با امید از اینکه الله متعال توفیق بیشتری برای درسا نصیبت بکنه. خب در این برنامه چی آوردی، چی داری، چی هدیه و چی تحفه؟ از کتاب عقیده یک مطلب میخوانم. خب ماشاءالله. چی مطلب بودی؟ بخوان خودت. بسم الله الرحمن الرحیم. بالله استغیث، عقیدتی ان استغیث بالله تعالی ولا استغیث بغیره. مثاله ادعو الله ان یکشف عنی شدائد. قال تعالی استستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من ملائكة مردفين. بأن لكم أكمل تعلمون. عقيدة عنا قديما إنك استغيث بالله تعالى كمك من فرسان از الله تعالی ولا استغيث بغيره و کمک نمی فرسان بغیر از او. از الله می طلبم که مشکلات را از من دور کند. ماشاءالله. خب از الله میخوایی که مشکلات را دور کنه. ولی عقیده مؤمن باید همین تو باشه، نه هر وقت که مشکلات سر یک مؤمن میاد باید از الله متعال کمک بطلبه و از الله متعال بخواه که مشکلاتش حل کنه. بله. شما چقدر عمل میکنین در این چیزا؟ 100%. خب جزاک الله خیرا از اینکه هدیه جالبی داشتی. امید است که در برنامه آینده هم شرکت کنی. حال طرف برادر کوچک خود می رویم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسم خودت؟ مصعب جان، به برنامه خوش آمدی. صحتت خوب است؟ درسا چطور پیش میره؟ الحمدلله. خب ماشاءالله. چی تحفه و چی هدیه داری اینجا به برنامه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب من است. محمد صلی الله علیه و سلم نبی. محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر من است.
الإسلام ديني، إسلام دين من است. القرآن الكتابي، قرآن كتاب من است. الجهاد سبيل، جهاد راه من است. الكعبة قبلتي، كعبة قبله من است. ماشاءالله بسیار جالب بود. ای چی بودی؟ خلاص عقیده. ماشاءالله خلاص عقیده مؤمن بود. بله؟ بله. ایرا در کجا یاد گرفتی خلاص عقیده مؤمنه؟ در مدرسه خلافت. ماشاءالله در مدرسه خلافت خوشحال هستی خودت؟ بله. در قبال از اینکه مدرسه درس میته کتاب و کتابچه و چیزا میته براتان؟ بله. خب ماشاءالله در آینده چی میخوای شوی؟ یک مجاهد. ماشاءالله یک مجاهد واقعی میخوای شوی. با امید از اینکه الله متعال به نیتت برسانه و در آینده یک مجاهد واقعی شوی و از حریم خلافت اسلامی دفاع بکنی. جزاک الله خیرا مصعب برادر. در قبال از اینکه درس میخوانین ساعت تیری هم میکنین؟ بله. چی ساعت تیری میکنین شما؟ بازی. کدام نوع بازی را شما اجرا میکنین؟ دوش. خب میدوین این طرف و طرف. بله؟ بله. تا که جسمتان قوی شوه و در آینده یک مجاهد واقعی شوین. بله؟ بله. خب جزاک الله خیرا از خودت. بسیار تحفه جالبی آورده بودی. الله برات اجر بده. امید است که در برنامه آینده هم شرکت بکنی. شنوندگان عزیز این بود مصعب برادر کوچک ما که در برنامه اشتراک کردن و هدیه جالب داشتن. شنوندگان گرانقدر داشته های برنامه امروزی گلهای خراسان همین قدر بود. انشالله در برنامه آینده باز هم اطفال تازه و نازنین را با خود می داشته باشیم. فعلا وقت برنامه به آخر رسیده. الله نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.